متنفرم از صبح بیرون رفتم، متنفرم از صبح. چه عشقی دارم به کارم میدم واقعا. یعنی اینقدر مونده بود که من واقعا اصلا قبل از اینکه بیام بیرون گریه کنم. اینقدر که حالم بده. امتحان دارم میرم امتحان بدم، هیچی نخوندم. باید برم، بعدش بانک، کار بانکی دارم، بعدش وقت لیزر دارم. اصلا یعنی واقعا هیچ جوره نمیتونستم کنسلش کنم. بعد اصلا امتحان که دست من نیست. بعد از یه طرف مانتومو شستم، انقدر مانتو تنگ و کوتاه شده الان استرس اینو دارم که رام ندارم تو دانشگاه. واقعا همه چی دست به دست هم داده برینه تو اعصاب من، ولی من سعی میکنم خودم رو کنترل کنم ببینم میتونم یا نه. اینم آخریش. آره خدا سالا خوبه، دانشگاه نزدیکه، سری میرم امتحان کوفتی رو میدم. یعنی دیگه واقعا از درس و همه چی خسته شدم، دوست دارم سری راحت شم. من ارشد نمیگیرم. ای خدا این چرا باید تو ماشین باشه؟ برم ببینم چی میشه، برم دعا کنیم تا شما بریم. من رفتم اومدم ولی با این اخلاق سگی بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. حجاب رو رعایت کنیم و برم از دربمون بدم. خدایا یعنی یه مانتو بالا من ندارم. Let's go. چک. آقا با 1000 تا چاپلوسی منو را دادگیر داد بهم. فهمیدم گفت خیلی مانتو تو داد. گفتم بابا امتحان آخرم ولم کن دیگه. ولم کرد. چه گیری افتادیم. اسمم پرس. رسیدم دارم میمیرم از گرما. بریم دیگه. خیلی گرمه. قبلا درخواست نداده بود. زبانه کریم چرا؟ پارسال لابو سایت هست. پارسال درخواست. بله. فلونی رو بیار. آقا امتحانم دادم تموم شد. خیلی خوب بود خدا رو شکر. یکم یعنی چسبونده ها، قشنگ جا نذاشته. چه خبره؟ چه خبرتونه؟ چه وضع پارک کردم؟ آخه واقعا من نمیدونم چه اصراریه انقدر جا پارک تو، انقدر جا میخوان بچپونم ماشینو که کمتر را برن. خلاصه امتحانو دادم، الانم بریم بانک، کار بانک رو انجام بدیم. پس امتحان تیک خورد. خدا رو شکر خیلی سریع امتحان رو دادم. بعد کسی که میخواست از امتحان بگیره خود استادمون فکر کنم رفته مسافرت، گفت که خانم از بانک بریم ببینیم چی کار میکنیم. خب آقا خدا رو شکر بانکم کاملا انجام شد کارش و اینکه دیگه کاری ندارم، فقط برم لیزر دیگه. یعنی بانکم تیک خورد. خیلی خوشحالم، یعنی واقعا یه معضل و دغدغه بود برام. خیلی خوشحالم که کار بانکیم انجام شد. وقتی هم راه افتادم موزیک گوش نکردم، بریم که یه موزیک باحال گوش کنیم. متاسفانه برای شما نمیتونم بذارم برای داستان کپی رایت، ولی برم گوش کنم دیگه. با بچه چقدر فضای بانک فضای خوبی خوشی نیست، یعنی یه جوریه سنگین نیست ولی آدم حوصله‌اش هم سر میره. بعد یارو خودش کارمند بانکه، اولا که میگه گوشیت اپله. آخه گوشی اپل
اصلا بلد نبود کار کنه بیچاره. یعنی نمیدونم، به نظر من شما که کارتون حالا همراه بانک و ایناست باید این چیزا رو دیگه بلد باشن. خدایی این دیگه ساده ترین چیزه. به من میگه خودت بزن، خودت سریعتر میزنی و اینا. یعنی واقعا نمیتونست مثلا شماره ملی بزنه فلان کنه و اینا. ولی آره عجیبه. سنشون هم آخه زیاد بود. البته طبیعیه دیگه. بنده خدا حالا باز خدا رو کار من راه افتاد دیگه. خیلی خوشحالم که همراه بانک فلان و اینا نصب کردم. قشنگ معلومه خیلی گیرش بودم. یاره خب آقا تیک لیزر هم بزنیم که راحت شدیم. بریم. این موقع قشنگ شلوغ‌ترین حالتشه. یعنی یه وضعیه که نگم براتا. آره خلاصه من چون صبح بیدار نیستم الان این ساعت برام تازگی داره. همیشه من شب بیرونم، شب پرم. چی آخه واقعا تو بوشهر گرما؟ یعنی شما واقعا الان دما رو نمیتونین حدس بزنین چقدر گرما و شرجیه. قشنگ بارون شرجیه. خونه خیلی گرمه. بریم لباسامون رو عوض کنیم. صورتم قرمز شده. مثلا اخلاقی. آره بتونم از روی اخلاقت کنار بیام. آفرین. دخترها اینطوری هستن. چرا این میکنن؟ حالا من اگه کنار نیومدم چی؟ اما دارم همین میگم. بیدار شدم. مردادی‌ها رو من سلام چطورین؟ من خوابیدم. الان ساعت فکر کنم 7:30 8. ساعت فکر کنم 6:30 بیدار شدم. انقدر خستم بود. فکر کنم من شبش 1 ساعت خوابیده بودم، 1-2 ساعت دیگه. خلاصه بیدار شدم، قهوه‌مو خوردم. بعد باشگاه تعطیل دیگه، فردا تعطیله. امروزم که تعطیل بود، سه‌شنبه اصلا نداریم. روزای زوج داریم که تو تعطیلی افتاد. بعد دیگه نتونستیم بریم، یعنی تعطیل بود که بریم. یک شنبه هم که جبرانی گذاشتن من خیلی مریض بودم، یعنی اصلا نمیتونستم برم. خلاصه ای که دیگه الان به لیلی گفتم. لیلی گفت من تو خونه ورزش کردم خیلی خوب بوده، کلی کالری سوزوندم و اینا. میای با هم ورزش کنیم امروز؟ و من گفتم آره چرا که نه. اتفاقا خیلی عذاب وجدانم دوستم که یه تکونی به خودم بدم بابت این یه هفته که همش مریض بودم دیگه. خلاصه لیلی هم داره میاد که با هم ورزش کنیم تو خونه، ببینیم مربیمون لیلی باشه چیکار میکنه. حالا براتون ویدیو میگیرم اگه شد. خلاصه اینکه اینجوری. شما چه خبر؟ روزایی که صبحش اونجوری انقدر اکتیو باشی و از این ور بریم اون ور دیگه عصر و اینا رو نمیبینی. برای من اینجوری از زیر چشام بچه‌ها میبینیم گود رفته. البته من کلا خودم صورتم زیر چشام گوده، ولی نامنظم بودن خوابم بی‌تاثیر. آقا مسخره‌ام نکنین. من یه جوری این اسپید دیت یعنی 2 بار 20 سال زندگی معرفی چیه دنبال میکنم که اصلا یه چیز عجیبی. ولی به نظرم کانسپتش از بلایند دیت خیلی خیلی بهتره، چون حداقل دو طرف میتونن مثلا همو ببینن. چون به هر حال ظاهرا بخشی از چه میدونم اون معیارهای آدم برای شکل دادن رابطه هست دیگه. مثلا میتونن همدیگر رو ببینن، باز یکم آسان‌تره براشون انتخاب. ولی خب بازم اینجوری هم سخته. آره ولی جذابه برام. میبینم یعنی خودم آدمی هستم که نمیدونم والا، آدم نمیتونه بگه هیچ وقت دوست ندارم برم، ولی اگر که مثلا شرایطش بود نمیرفتم، ولی دوست دارم ببینم. مربی یه نگاه به ما نمیندازی؟ مربیمون اومد با تجهیز. لیلی میخوایی امروز چی کارمون کنی؟ دم نکنه ما اینجا بگه دوش آب سر. اتفاقا من دوش آب نگرفتم که بعد از ورزش بگیرم. ما بریم ورزش. من همیشه فکر میکردم ورزش کردن تو خونه خیلی کار سختیه و واقعا نمیشه،
ولی واقعا از لیلی ممنونم که باعث شد که ما این کار رو امتحان کنیم و اینکه بعد از اینکه میری باشگاه خب یه سری حرکت ها رو یاد میگیری و میتونی تو خونه خودت حالا به صورت رندوم انجام بدی. اینش خدایی خیلی خوبه. بعد اینکه وقتی انجام میدی اصلا یه حس خوبی داری. وقتی میخوای یه غذا رو بخوری یا اینکه چیت کنی انگار با خیال راحت تر این کار رو میکنی. نمیدونم، برای من که تجربه خوبی بود. حالا از این به بعدم اگر که تعطیل رسمی بشه حتما با لیلی این کار رو انجام میدیم. روزای زوج که میریم باشگاه، ولی روزای فرد لیلی خودش اصلا تمرین میکنه بر خودش. من حقیقتش هنوز تنبلم برای خودم تنهایی تمرین کردم، ولی اگر که یه پایه‌ای داشته باشم واقعا دوست دارم که این کار رو انجام بدم. خلاصه اینکه گفتم که یه تیکه هایشو برای شما بذارم ببینین چون خیلی باحاله. یه چی دیگه ورزشو کنیم و اینکه بریم بیرون و سمت خونه مامان بزرگ. اون شد. خسته نباشین لیلی. 400 تا کالری. باید تو چند تا شد؟ لیلی پارتی بازی کرد 11 تا خواهی شده. این هم لیلی میخواست چقدر شرجیه. اومدیم آلوچه بگیریم. با این دمپاییم اینقدر پیادم کنیم. گفت دمپایی نپوشن کفش بکنم. بیام چی اینا اینجا معدنشه. مادر بزرگ بابا اینه نمی که خیلی دوست داریم. اینه نه اینه مطمئنی؟ آره. نه قرمز این رنگی نیست. اینه آره. میگیره تو من. آره بیا اومدم خلاصش دارم. بچه ما یه بار دوستم اومد اینجا اسمش 20 هایپر 20 یه آلوچه گرفت شانسی. انقدر خوشمزه بود که هنوزه ما طعمش زیر زبونمونه. رو زبون چی میگن اسمش مادر بزرگه. بعد فقط هم همینجا داره، یعنی هیچ جا دیگه پیدا نمیشه. بعد من مدل دیگهش گرفتم خوش، ولی آلوچه جنگلیش خیلی خوشمزه است. خلاصه لیلی میخواد با لواشک لقمه کنه. ویار جدیدشه تو اینستا دیگه. همیشه تو بلاگی تو بیرون در حال دور زدن و اینایی درزش میگاه. ببینی اصلا یکم حالم بند میشه بعدش. نمیدونم داستان چه که جلوم الان در گرفت. نه میدونی چرا؟ چون که جلو کوله عرق میکنه و عرق خشک میشه اینجوری. آره خیلی تاثیر داره. آره برای همینه. الان یکم باز جلوم داره اذیتم کنه ولی به رو خودمون نمیاره. خدا فدات نگه چی هستی همچی؟ فدات چم خودی مثل جمع میخواد دیگه مثل کولای جمع میخواد بیمار چه بود میگو که کنه ها که اونجا بودم جمع خواه نسا نسا با علی اکبر دیگه غلام کمجا سکینه و فلان کابران آقا لالا تایوان چرا؟ بیمار مریم جونم دختر محمد رو که توزه جیری مینا فکر کنم تو اینا هم باشه. نیست چقدر باهجا. بفهمم چه مریم خود بده لالا با برنی میگه چه؟ مسی کجا؟ خیلی بگن دادم برو به سلامت. یارونه لیلی بخواه ببینیم چجوریه. خوبه؟ توشم بازش میکنیم؟ توش موزه
با مامانم اینا برگشتیم خونه دیگه، نشستم تازه رفتن دیگه. من رفتم ظرفا رو شستم، یه دوش گرفتم، قشنگ ورزش کرده بودم دوش نگرفتم دیگه. الان دوش گرفتم قشنگ خنک شدم، خیلی حس خوبیه. گفتم با شما خدافظی کنم. این ولاگم بی سر و ته نباشه مثل اکثر ولاگا. ممنون که تا اینجا رو تماشا کردین. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و اینکه نظرتون رو برام بنویسین.